تکبیر. اون اول میگه. اون اول باید بگه سنگ کاغذ قیچی. سنگ کاغذ قیچی. کاری به مدل نشستن این جنده کسو ندارم. این خارکسا موقع سنگ کاغذی چرا تک میارن؟ آخه خارکسه تو داری تک میاری کیرم تو دهنت. پدر سگی بازی مال بچگی همونه، یعنی سر سگ بزنی میدونه سنگ کاغذی چیه. دقیقا چند روز پیش دست علی رو گرفت. بابا اخ نکن خارکسه، اخ نکن. کیرم تو اون سیسه کیری خارکسه. من که میدونم اومدی اینجا در بدر دنبال کس میگردی. بابا من کیرم تو این برنامه. پرستو ساله یه مادر چلکس بردار یه کافوری بده به اینا. بابا ننه تو گاییدم. این سومین نفریه تو این برنامه داری بهش میدی. کسکش مادر قبه. یه دقیقه تو پنبه بکن تو کست دیگه. نه فقط یه اکس 2.5 ساله داشتم. 2.5 سال؟ من تا حالا تو زندگیم رابطه 2.5 ساله نداشتم. وای 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 سیا کسو تو چقدر خفنی، تو چقدر خفنی. کونی عکسای کونت در اومده. خار کسه واسه 50 لی خار کسه شورت هفتی کردی کونت رو کونت هم جای ماچ بوده ازت عکس گرفتن. اونجا وقتی اینو میبینم پس میدونم که من صد خوبم و انقدر خوبم هستم، انقدر احساساتمو میذارم. آخه خار کسه نیم وجبی مادر جنده. آخه کیرم تو تک تک اون تتوهای تو بدنه. خار کسه کتونه. کدوم آدم عاقل و سالمی جلوی همچین بانوی جیگری میاد از خودش تعریف کنه من خوبم. تو کیرم هم نیستی. آقا دوست ندارم بری رو دوربین یا ال یا بل. بابا یه جاهایی بیاد احترام بذارید، حمایت بکنید. مگه همه بابا خار کسه تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ آقای دکتر قلابی آمپول زن مادر جنده تو چرا اینجوری حرف میزنی؟ بابا خار کسه تو اصلا به نصیحت نمیخوری. کسی که بره فکتشو 5 ضلعی کنه مادر جنده به نصیحت کردن نمیخوره. تو فقط باید بری کسه در باغ بکنی مثل همون تنها. از لحاظ حالا عاطفی چه احساسی چه عصبانیه. تنها شرکت کننده ای که یه ایران مثل من توافق دارن روش خوبه همین سگ است. همین سگه از همه تو بهتره. یعنی نه گوه میخوره نه نمیدونم زیر کیره این میخوامه دنبال کسمون میچرخه. نمیاد بگه من خوبم، نمیاد بگه تو بدی. نشسته یه گوشه تخمشو داره لیست میزنه.